خوش اومدید به یه ویدیو جدید. من واقعیت دوتا موس خریدم، آشس مدل O2 و آقا من این نودم که از قبل داشتم میدونید و اومدیم آقا ستا رو مقایسه کنیم با هم دیگه، کدوم باتری بیشتری میده، کدوم درگ بیشتری میده، نمیدونم جیتر، اینا همه رو قرار تست کنیم. پس آقا بریم سراغ ویدیو. پس let's go. این سه تا موس قرار اول از A60 بعد A90 بعد مدل O2 و اینا میره این ور فعلا. اوکی فعلا با A60 یه مچ بریم بچه‌ها. سرور هم داخل هایپیکسل بچه دیگه. آره بریم مچ زیبا. آره بریم. باتریش رو 20 رو قشنگ میگیرم و من خیلی عادت ندارم باشه چون خیلی گنده. ببینید مثلا 17 تا میگیرم ولی خب همین کارو در میاره واقعیت. درگش هم دیگه براتون نگم حالا داره. بعد میریم درگ و اینا رو هم تست میکنیم از آخر اینا. آقا اینا هم بچه لایک و کامنت و اینا هم یادم رفت بگید دیگه رو. ممنون. برو بمیر. بکم بچه داخل دیسکورد هست. طرف فاینال کردم جی اونجوری که میبینیم موس واقعا خوشگلی هم هست واقعیت. حالا میریم برای تست کلا سی پی اس. آقا تست سی پی اس باتر فلای اینور. آره بسیار راحت میده ولی خب من یکم عادت ندارم اینا. بذار اینور مثلا 20 رو میده و من دارم 15 تا تهش میگیرم. بعد آقا جیتر واقعا دیگه مثلا موس جیتر میخوایم بگیرید برید سمت موسای لاجیتک چون واقعا موسای گازیان لاجیتک ها اینا. آره درگ بعد تیپ بزنم بچه. تیپ زدم بعد بریم برای سراغ درگ. اینا هم بهم بگید ویدیو 2 نفره بچه دوست دارید یا همینجور تکی خودم مثلا بریم ویدیو 2 نفره مثلا بریم با یوتیوبرای مثلا هم ساعت خودمون مثلا تقریبا. رو چه نظره خودتون برای ویدیو اینا بدید. آقا ایده ای دارید برای ویدیو اینا همه رو بگید. تمام کامنت ها خونده میشه و اینا. آره دیگه آقا بریم مچ زیبا رو ببینیم. صدای بچه خیلی زیبایی داره. جاش هست واقعا خیلی صدا خوبی داره. اینا بگم بچه من دیجی کالا خریدم. لینکشو اگه خواستین اون فروشنده ای که من ازش خریدم براتون داخل دیسکریپشن میذارم و آره دیگه حالا خواستید برید بخرید. برای من که کورس اوچا رو اصل آورد واقعیت. رو آنباکسینگش هم حالا میاد ویدیوش میذارم. اومدیم سراغ موس A90. آقا ببینیم این چطوره. مچ قبلی رو که در مورد صحبت نکنیم بهتره احساس میکنم. من طرف مقابلمو بگیم بزنم بعد بهتون نشون میدم چقدر سی پی اس اینا میده. و اینم بدونید که من واقعا با A90 مثلا میشه گفت 7 8 ماهی با A90 دارم پلی میدم و خیلی عادت دارم و اینا رو من تازه خریدم واقعیت. که آقا سی پی اس بچه باترش 23 تا پش. چه جالب. چون بچه موس واقعا گادیه اینا بعد و فقط برای پی پیه. چون درگ نکنه باشه داره خوبش هم داره ولی خب دیگه مثلا میخوای بری سمت درگ و نمیدونم کلاچ و اینا دیگه باید بری A60 خیلی A60 گاده دیگه. همینجور که دیدید داره بهم 23 سی پی اس اینا بهم میده. با جیتر 13 تا این باتر اینور اینم 15 تا. من 20 تا هم باش میگیرم واقعیت. خیلی مثلا یکم طول میکشه یاد بگیرین ولی خب. و بچه این موسم واقعا بچه سنگینه واقعیت. آره این 90 من دیوار خریدم بچه ولی نو خوب بعد. آره اگه خواستین حالا مثلا فروشنده دیجیکالاش هم میذارم که میدونم اصلی میاره براتون. کسی رو دیده بود اینا با باتر خرید کنه ناموسا. طرف فوت شد چی مچه بعد بچه با گلوریسه دیگه. مدل 2 خریدم واقعیت بچه. دارم یه تغییری بدیم واقعیت. باز با این مدقل میخوام فیل نشم با 90 که دارم 7-8 ماه دارم باش پلی میدم. این مچ رو وین کنیم به قرآن آقا. یه چالنج بدین داخل کامنت ها بعد من انجامش میدم. واه تیو بچه گادریریج هم واقعیت سراغ موس بعدی مدل O2 بچه دیگه داره. خب بریم این بچه خفن بزنیم اگه بتونم. آقا اینو من فصراش از طرف بخورم میریم بچه بعدی. با گلو ناراحت میشم نمیخوام از طرف میرم. خب آقا بچه باترش واقعیت چون این هلال بچه این نمیدونم میبینید یا نه بچه این یه حالت داره مثلا حاشیه‌تون این دورش اومده و یکم برای بچه‌ای که دستشون مثلا بزرگه یا مشکله که مثلا بخوان اینجوری بشینن یعنی باتر کنن مثلا فوق باش مثلا یه دستشون بهش بخوره مثلا اینجوریه.
آقا اینم باتر اجاج من 20 تا رو باش میگیرم. واقعیت خب من تازه خریدم به خاطر همین بچه مثلا اونقدر عادت ندارم بخوام مثلا 20 تا 25 تا 23 تا اینا بگیرم. چون دیدید دیگه مثلا با بلادی اینا من خیلی راحت 23 تا رو گرفتم. 20 تا 30 تا راحت گرفتم چون عادت کردم. آره آقا اینم جیتر 13 تا همون کلا بچه جیتر کلا 13 تا رو بهتون میدم. ولی بچه خیلی سبک و موس خوش دستیه واقعیت. آره بهتون پیشنهاد میکنم. آقا دیگه من بازم میگم بچه لایک کامنت سابسکرایب اینا یادتون نره ناموسم. و آره ممنون. چون من یکم باش CPS کم میگیرم چون بلد نیستم واقعیت. از روی موس مثلا بلاد اینا بیای روی مدل او خیلی براتون سخته واقعا را میگم. اونایی که نمیدونم بلادی داشتن رفتم رو مدلو درکم میکنم. نمیدونم چند نفر اینجوری بودم. پشمام خوبی دارم میرم این گاد ویژر باشه دیگه. آره یکم تمرین کردم بلد شدم واقعیت. بچه ها پارت بعد ویدیو قبلی هم بچه دارم میسازم که اونم میاد خیلی خفن قرار بشه. و آره خفن تر از قبلی واقعیت. بچه 20 و 21 رو میگیرم ولی خب یکم سخته برام. مثلا اونجوری نیست که ثابت مثلا بیام باتر کنم 20 21 رو بگیرم. ولی مثلا با آنوت خیلی راحت ترم من. اوکی اینم بگیر آقا حل. ما که گیرین رو زدیم و فقط رد مون پشمام. نه به قرآن رد چت بده آجی. الان میبینی لولش 1000. سلام دوستان. طرف اصلا راش داده به میدل کمک. اوکی طرف کنم AFK فقط گفته بذار بده بلو رو بزنم دیگه ایزی. نه این طرف آقا جی بچه قدرت گلوریس آقا تموم. آره بچه ها دیگه قدرت گلوریس هست و دیگه به هر حال. آره آقا مرسی که ویدیو دیدین دمتون گرم عشق منید. ممنون آقا لایک و کامنت سابسکرایب دوباره یادتون نره. از نظر من مدلو واقعا خیلی موس گادیه برای واقعا باتر دابل کلیک اینا گاده. و A60 برای درگه و A90 هم برای PvP بچه اونم خیلی موس گادیه. و دیگه نظر با شما خودتون میتونید ببینید و داخل کامنت ها نظرتون رو بگید. و مرسی که ویدیو رو دیدین و تا ویدیو بعدی فعلا